سلام و هفته نوتان بخیر باشد بیننده عزیز. برنامه نوید بامدادی است تقدیم از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان شناس میکنم. امروز 14 ایون است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: ده ها حالت گرفتاری با کووید 19 ولی وزارت رد میکند. در مسکو دوباره کرانتین جاری کردند. و ناکامی ورزشکاران تاجیک در قهرمانی جودوی جهان. در حالی که وزارت تندرستی تاجیکستان از ماه ینور به این سو آشکار نشدن یگان حالت نوی سیرایت کرونا ویروس را تاکید میکند، طبیبان، کارمندان آزمایشگاه‌ها، رسانه‌ها و نزدیکان بیماران از بازگشت کووید 19 به کشور خبر می‌دهند. حامد حامیدزاده، سردکتر درمانگاه یا پلیکلینیک رقم 13 شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت 10 حادثه آلودگی به کرونا ویروس از حساب ساکنان مربوط به مؤسسه طبی آنها به قید گرفته شدند و برخی از آنها در شرایط خانه و دیگرها در بیمارستان معالجه می شوند. خبرگزاری از پلوس روز 12 ایون به نقل از منبع خود در آزمایشگاه دی امید اطلاع داد که 8 ایون تنها در شهر دوشنبه 100 گرفتاری کرونا ویروس آشکار کرده شدند. رسانه می نویسد در آزمایشگاه های دیگر نیز پیدا شدن بیماران را تصدیق کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان این معلومات را بی اساس خوانده است و اخیراً باز هم گزارش داد که در کشور یگان مورد نوی سیرایت به قید گرفته نشده است. یک ساکن شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت هنوز آخرهای ماه می اول پدر و سپس مادرش به کووید 19 گرفتار شدند. پرستار منطقوی در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه که از حال این خانواده آگاه است روز 12 ایون به رادیوی آزادی بیمار بودن آنها را تصدیق کرد، ولی گفت در حالتی که تست یک نفر در یک جا مثبت و در جای دیگر منفی میبراید، این شخص را همچون سیرایت شده به کرونا ویروس ثبت نمیکنند. عین زمان به گفته این همشیره در یک کوچه نزد بنگاه طبی آنها در 5 خانه گرفتاران کرونا ویروس تحت نظارت می باشند. یک طبیب عائلوی از محله گلستان شهر دوشنبه هم گفت در منطقه آنها هم چند حادثه آلوده شوی به کرونا ویروس وجود دارد و این نفران زیر نظارت طبیبان معالجه می شوند. در یک ماه اخیر چندین حالت پیش آمد که نتیجه های آزمایش اول مثبت برآمدند و دیرتر با دخالت مقامات بهداشتی در تست های بعدی نتیجه ها منفی دانسته شدند. مقامات در وزارت تندرستی تاجیکستان در نامه رادیوی آزادی درباره شرح وضع فعلی پاندمی پاسخ ندادند و تلاش‌های خبرنگاری رادیوی آزادی برای صحبت تلفنی با وزیر جمال الدین عبدالله‌زاده روز 12 ایون به نتیجه بود. تاجیکستان بهار سال 2020 به خاطر پیوسته رد کردن وجود کرونا ویروس در کشور مورد انتقاد بود و نهایت 30 اپریل آن سال درباره وجود کرونا ویروس خبر داد، ولی با این وجود شبهه در کامل و پررو بودن آمار رفع نشد. 12 ایون به عنوان روز بین المللی مبارزه علیه مهنت کودکان شناخته شده است. در این روز به تقدیر نورسان توجه می شود که با سبب شرایط سخت زندگی مجبورند به جای تحصیل دنبال پیدا کردن رزق و روزی روند. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان بیش از 125,000 کودکی تا 18 ساله کار می کنند. رادیوی آزادی بخشیده به این روز مستند کوتاه آماده کرده است که درباره زندگی سخت یک نورس قصه می کند. پاره از این مستند را همراه می بینیم. محمد رضوان دیشب از کار خسته برگشت و اکنون از خواب خستن برایش مشکل است. بعضا کاری او تا ساعت 11 شب دوام می‌کند. محمد رضوان 17 سال دارد. 3 ماه پیش پدرش خود را کشت و سرابانی عائله 6 نفره به ذمه او افتید. 3 ماه پیش بر عائله‌مون یک حادثه روی داد. پدرم در دهقان بازار کار میکرد و ماشینش را ما گرفتن، خودش را آمده دار کشید. گاهی ماشینش هم اخیان کرده بودن، حساب هم 17,000 اشتراف کردن، حساب هم آمد خودش را دار کشید و تمامی بار دوشی زندگی بر خودم رسید. شکل کامل مستند رادیوی آزادی با نام سرابان را در سامانه رادیوی آزادی با نشان www.azadi.org می توانید تماشا کنید. مستند به زودی در صفحه آزادی ویدیو هم پخش می شود.
پس از افزایش شماره گرفتاران کرونا ویروسی نو، شهردار مسکو یک هفته را غیرکاری اعلان کرد. این تصمیم در حالی است که در پایتخت روسیه و دیگر شهرهای این کشور تعداد گرفتاران به کرونا ویروسی نو 47% افزایش یافته است. از جمله در مسکو در یک روز اخیر شماره گرفتاران به این ویروس 2 برابر افزوده به 6700 حالت رسیده است. سرگئی سابیانین رئیس شهر مسکو گفت که طربخانه‌ها و مکان‌های بین مانند دیگر پس از ساعت 11 به مشتریان خدمت نمی‌کنند. این وضع تا 20 ایون دوام خواهد کرد. همزمان نظارت برای رعایت قاعده‌های بهداشتی از جمله پوشیدن نقاب در جای‌های جمعیتی را سخت‌تر کردند. در صورت بی نقاب طبی حضور داشتن در جای جمعیتی تا 5000 روبل جریمه می‌کنند. از آغاز پاندمی در روسیه از فقط بیش از 125000 نفر از کرونا ویروس خبر دادند. عبدالفیض خالقزاده دادستان ناحیه 5 برای ویران کردن قاعده‌های املای زبان تاجیکی مجازات شده است. پیشتر نزدیکان مهرانشاه جمعه افسر کشته شده پلیس با دادستان ولایت ختلان شکایت کردند که دادستان 5 در پاسخش به آنها در 2 جمله 25 خطای املایی و علامتی کرده است. خود عبدالفیض خالقزاده در این باره اظهار نظر نکرده است و معلوم نیست که نظر او در این باره چیست. در پاسخ دادستان ولایت ختلان به نزدیکان افسر کشته شده آمده است که برای ویران کردن طلبات‌های قانون درباره زبان دولتی و دستورالعمل کارگزاری مقامات دادستانی نسبت عبدالفیض خالقزاده مجازات انتظامی تطبیق کرده شد. دادستانی درباره مجازات انتظامی شرح بیشتر نداده است. مسابقه قهرمانی جهان عاید به جودو برای ورزشکاران تاجیک بدون مدال به انجام رسید. در این سبقت 6 ورزشکار تاجیک، 5 نفر در رقابت‌ها بین مردان و 1 نفر میان زنان شرکت کرده یگان مدال به دست آوردن نتوانستند. قهرمانی جهان عاید به جودو در پایتخت مجارستان شهر بوداپشت روز 6 ایون آغاز شده تا 13 ایون دوام کرد. در روز اول مسابقه شکرانه قرچه و در وزن 48 کیلوگرم برآمد کرده در اولین سبقت از ورزشکار ژاپن وکانا کوگا شکست خورد. 3 ورزشکار دیگر تاجیک شهباز سید ابراروف، اکمل مرادوف و جهانگیر مجیدوف هم در اولین برآمدشان شکست خورده از ادامه رقابت محروم شدند. کامرانشاه استوپیریان گوشه‌گیر شناخته تاجیک به 2 رقیبش از گابون و پیرو دست بالا شده ولی رقابت سوم را با نماینده شوئیسریا مارکوس نومان باخت. روز 12 ایون آخرین نماینده تاجیکستان در قهرمانی امسال جودو تیمور رحیموف به میدان برآمد. در میان 6 گوشه‌گیر تاجیک نتیجه از همان خوب را رحیموف نشان داد. تیمور رحیموف که در وزن 100 کیلوگرم برآمد میکند در 2 رقابت اولش توانست به حریفانش از لهستان و قزاقستان پیروز شود ولی در سبقت سوم تیمور از نماینده روسیه تیمرلان باشایف شکست خورد و به دور تسلا بخش راه یافت. در دوره تسلا بخش رقیب تیمور رحیموف ورزشکار هلندی روی میر بود. در آخرین ثانیه‌های این سبقت تیمور رحیموف از رقیبش شکست خورد و جای 7م را گرفت. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین‌المللی جودو در این مسابقه پرنفوذ جهانی 706 ورزشکار از 132 کشور جهان شرکت کردند. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 ایون را فرا می‌گیرد. 14 ایون سال 2011 خبرنگار بخش ازبکی BBC اورونبو عثمانوف با اتهام همکاری با سازمان ممنوع حزب التحریر بازداشت شد ولی خود او و سازمان‌های ژورنالیستی اتهام او را بی اساس نامیدند چون که او برای اجرای فعالیت‌های کاری‌اش به جوابگری کشیده شد. بعد چند ماه عثمانوف بر اساس قانون عفو از پیگرد قانونی آزاد گردید. 14 ایون روز جهانی دونور است. سازمان ملل متحد این روز را مخصوص برای بالا بردن آگاهی مردم از کمک به نیازمندان خون تأسیس داده است. در تاجیکستان سال 2019 بیش از 90,000 نفر نیازمند به خون از 50,000 دونور استفاده کردند. 14 ایون سال 1946 در شهر کابل ستاره هنری موسیقی احمد ظاهر چشم به دنیا گشود. او در موسیقی زمانوی افغانستان انقلاب برپا کرد و برای رشد موسیقی ملی زمانوی در تاجیکستان هم تاثیرگذار شد. صدها آهنگ و ترانه‌هایی که در 33 سال عمرش ایجاد کرده است، امروز هم به فوند طلایی موسیقی ملی تاجیک داخل می‌شوند. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 14 ایون چنین اعلان کرده است.
بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی بود با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. خبر و گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت رادیوی آزادی با نشان www.azadi.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تشکر که با ما هستید و خدا نگهدار هر یک شما باشد.